صبح بخیر کدبانوانی عزیز با کانال کلچقند خوش آمدید. این صبح طرز تهیه یک کلچقند خیلی خوشمزه با نام لیلک را پیشنهاد میکنم. امیدوارم پسندتان میآید. تشکر زیاد. طرز تهیه خمیر کلچقند: نیم پیمانه شیر، نیم پیمانه روغن، 200 گرم مسکارا در شاهکاسه میگیریم و در روی آتش پست میگذاریم 2-3 دقیقه تا مسکا پورا آب شود. بعدا میگذاریم کمی سرد شود و با اون یک بسته خمیر مویه، 4 پیمانه آرد و نمک در نوک انگشت ilova میکنیم و خمیرمان را میخلیم و میگذاریم تا 40-45 دقیقه خمیرمان برسد. خمیر الکی رسیده است، آماده شده است و اکنون کلچقندها را درست میکنیم. برای این کمی از خمیر را گرفته خوب کلوله میکنیم و بعدا برای درست کردنش من از لالیچه استفاده میکنم. یعنی یکون ضرورت اسباب نیست، خمیر بسیار نازک است و با اون آرد هم زدن در کار نیست و سیر بومزگیش هم در همین است. و اکنون بعد تنک کردن اون رو به شکل رول تاب میدهیم، کمی تاب میدهیم و اینجا اندازه هر یک کلچقند باید به اندازه انگشت کوچک ما باشد. یعنی نامش هم از همین است، لیلک یعنی انگشت کوچک. تفتون رو من قبلا گرم کردم. اکنون کلچقندها رو به مدت 15 دقیقه در حرارت 200 درجه در تفتون میپزیم. کلچقندها آماده شدن و اکنون قسمتی از همه مهمی کلچقند این است که گرم و گرم این کار رو باید زود کنید. گرم و گرم با بالای کلچقندها پودر شکری میپاشیم. چقدر پودر شکری بیشتر باشد خوبتر است، تا که در گرمیش کلچقند پودر شکری رو به خود کشیده میگیرد و هم خوشمزه و هم بسیار ریزانک می شود و سیر بومزگیش هم همین است. یعنی این کار رو در گرمی کلچقند اگر نکنید، بعد سرد شدنش دیگر پودر شکری به اون نمی چسبد و اونقدر خوب نمی آید. و حتما کلچقندها رو تا کمی زرد شدنش در تفتون نگاه دارید، یعنی از حد زیاد سرخ نشوند و خوب آماده شدند.